لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان. آیا صدقه دادن گناه است؟ سوال: وقتی به مردم عوام گفته شود که خیرات سه‌بگاهی و چهلم بدعت و ناجایز است و خلاف طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش است، در جواب میگویند آیا صدقه دادن گناه است؟ من یقین میدانم که خداوند ما را به این کار خیر عذاب نمی کند. پس آیا این گفته ها درست است؟ جواب: برای قبول شدن هر عمل خیر در پیشگاه خداوند دو شرط است. یکم، اخلاص، یعنی عمل خالص برای رضای خداوند انجام گیرد، نه از برای ریا و خودنمایی و نه به خاطر گپ مردم. دوم، طریقه سنت، یعنی عمل باید موافق تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. گفتار و کردار صحابه، تابعین و امامان مجتهد نیز در سنت داخل است. پس اگر هر عملی که از یکی از این دو شرط خالی باشد، نه به درگاه خداوند قبول می شود و نه در آن اجر و ثواب است. مثلا شخص فرض نماز شام را به جای 3-4 رکعت گذارد و بگوید آیا از 3 رکعت نماز 4 رکعت خوب نیست؟ آیا نماز خواندن گناه است؟ در عمل او اگرچه اخلاص است ولی طریقه سنت وجود ندارد، یعنی او عملش را موافق تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام نداده است. از همین جهت برای او نه ثواب است و نه فرض از ذمه او ساقط می شود. پس شما خود بنگرید که آیا در خیرات سه‌بگاهی، چهلم و غیره شرطهای مذکور وجود دارد یا نه؟ البته وجود ندارد، چون که همه آنها به خاطر رضای خداوند انجام نمی گیرند، بلکه به خاطر گپ مردم و دوری جستن از طعن و ملامت مردم انجام می پذیرند، یعنی به خاطر بستن دهان مردم. و دیگر این که طعام دادن در روزهای سوم، هفتم، چهلم و غیره هرگز از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، صحابه رضی الله عنهم اجمعین، تابعین و امامان مجتهد ثابت نگردیده است. پس شخصی که صدقه دادن را در روز سوم، هفتم و چهلم لازمی بداند و آن را رواج دهد، البته گناهگار می شود و صدقه او سبب عذاب خداوند می گردد، چون که او در شریعت دست به قانون گذاری زده است. شریعت به عقل نیست که هر چیزی که در عقل و نظر ما خوب باشد آن را از شریعت دانسته قابل اجر و ثواب بدانیم. در روایات آمده است که شخص در روز عید پیش از نماز عید نماز نفل می خواند. حضرت علی رضی الله عنه او را منع کردند. آن شخص به حضرت علی رضی الله عنه گفت ای امیرالمؤمنین، من یقین می دانم که خداوند ما را برای این نماز خواندن عذاب نمی کند. پس حضرت علی رضی الله عنه در جواب فرمودند من یقین می دانم که خداوند بر آن کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکرده است هرگز اجر و ثواب نمی دهد. برادران عزیز، شما بینگرید که نماز خواندن کاری بدی نیست، ولی از آن جهتی که طبق تعلیمات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نبود، حضرت علی رضی الله عنه او را منع کردند. پس ما نیز در جواب آنها به مثل حضرت علی رضی الله عنه میگوییم که ما یقین میدانیم که خداوند بر آن کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکرده است هرگز اجر و ثواب نمیدهد. لا أملك فكر الكلمات تطلع بالدين مورر أو شخصية تأثير